که او مردم الله را به یگانگیش عبادت بکنین، نکنین نظر به نام مخلوق، نکنین سجده بر مخلوق، نکنین حیوان ذبح پیش قبر مخلوق، نتین صفات الله را به جادوگر و فالبین که تو از غیب میفهمی. دیگه وقتی که الله و وحدانیتش از اینا دعوت میشد کی کارا بکنن؟ کفرتم، شما کافر شدین. این در اینجا هم سعی کنین که اذا دعی الله وحده، پس کلمه وحده و توحید اینجا آمدن. همچنان در آیت شریف دیگه هست که این در سوره الاعراف آیت 70 است. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده. اینجا همون مشرکین یا کفار بر یکی از پیغمبرها که شعیب علیه السلام بود، به فکر میکنم بر از او استدلال کردن، گفتن تو آمدی اجئتنا لنعبد الله وحده، آیا آمدی که ما الله را به یگانگیش عبادت بکنیم و نذر ما کان یعبد آباؤنا، و ما ترک بکنیم چیزایی را که پدرای ما عبادت میکردن. این آیت قرآن چی را برای ما درس میده؟ از نگاه عقیدتی که اکثرا کسایی که در کفر و در شرک و در بدعت و در اسراف و در حرام واقع میشن، علت اساسیش است که اینا زیاد تمسک می‌ورزن با آنچه که پدرایشان کردن. اگر پدر ما فال دیده، ما هم فال میبینیم. اگر پدر ما بت پرستی کرده، ما هم بت پرستی میکنم. اگر پدر ما مشرک بوده، ما هم مشرک هستم. این منهج ابو لهب و ابو جهل است. بسیاری کسایی که صفاتشان صفات ابو جهل و ابو لهب است، وقتی که برشان حق گفته میشه میگن نه صاحب شما این گپا را میگین. 40 سال پیش ملا نبودن که این گپا را میگفتن؟ 40 سال پیش چرا عروسی اسلامی نبود؟ 40 سال پیش چرا درس توحید نبود؟ 40 سال پیش چرا صاحب اینمی نوروزی بود و اینمی شعله شیرین بود و اینمی نظر بر ازیا بود؟ فقط استدلالشان به اینمی هست. اگه برش بگوییم که امیالی که تو در درس عقیده نمیشینی، خب شاید بابا کلان هم در درس عقیده نمیشید. اما وقتا علما بودن میگفتن کجا شما رفتین درس از اونا را گوش گرفتین؟ پس همین قسم که بابا کلانای تو در پیش در ساز میدویدن میرفتن، حالی که تو میری پدر کلانای تو را همین قسم بودن. در غیر از او علمای سابق هم کتابایی را که ما خواندیم و دیدیم و علمایی که بودن کلشان این بدعت‌ها و این شرکیات و این کفریات. از این روز اول که ما صنف نو در مدرسه رفتیم که برای ما استادا میگفتن که نظر عبادت است فقط برای الله شوه و وقتی که سجده میگفت برای الله شوه. یک روز ما یک استاد گفتم استاد ببخشی امی نعت خواندن کت تبله یا چطور است؟ امی استاد متعصبش خراب شد، مرا گفت این سوال چرا از من میکنی استاد؟ ما را حدیث شریف درس میداد مولوی صاحب عبدالباقی از پغمان بود. سلمان قار خارسه کرد گفت تو سوالای هیچ سوال صحیح نیست، برو این سوالایی که نعت برو کت ساز بخوانی برید از سراهنگ پرسان کو. این جای ایگپا در مدرسه نیست. یعنی مجرد که میگپا را میزدیم اتوا یک حرکت بسیار شد میکرد که آدم از این حرکتش میفهمید که والا این کارا قطعا در دین نیست.